آقا سلام ارادت، خیلی مخلصیم. امروز اومدیم رو بوم دوست خوبمون بچه محل گلمون. بعد میخوام یه چیز جالب بهتون نشون بدم. زلی آقا بره بالا. صدا رو دارید دیگه. حالا بریم بالا ببینیم این صدا واسه چیه. علی آقا یه سوال، این زنگوله واسه چیه؟ این زنگوله واسه این همسایه هاست. این همسایه ها رو میبینی اینجا؟ این زنگوله واسه اونایی که خودشون رو جمع جور کنن. شما میای بالا برن دست داخل، یا اگه موازن روشون رو بپوشونن. دست خوش. این هم بوم بچه محل گل. سلام. میکرد یه حیبونه هستن دیگه. آقا دمت گرم، افتخار دادی. با اجازه. ماشاءالله.